با یه خانومه بود آبجی. حالا کجاین؟ خب میرم خونه مامانم. خونه مامان 600% خونه خودمونه، مامان شهرستانه. پس بریم خونه خودت. بریم بریم شما جلو. بیا عزیزم پرتقال بخور. بخور. بیا بریم اتاق بهت نشون بدم چی اتاق داره. این مادرم چی اتاق داره تو این خانه. بیا عزیزم بیا بریم. چقدر تختش قشنگه. به چشمم روشن، چه غلطی داری میکنی؟ یا آشغال کی آوردی تو خونه؟ مگه بیرون نبودی تو؟ من بیرون باشم باید کی بیاد تو خونه؟ لاشالی تو یک چیزی بهش بگو. تو مگه خجالت نمیکشی؟ آبجی با ما بدبخت صبح تا شب دارم میرن سر کار میکنه، یه لقمه نون حلال بیاره خانه بشینه دو نفری بخوره خوش باشه. این چی رسمش بود داشت میرا؟ خیلی کارت اشتباه بوده. ابوالفضل خانم شما بیا برو گم شو بیرون از خانه. به خدا من نمیدونستم زن داره. مهران مگه تو به من نگفتی زن نداری؟ بیا برو گم شو از خانه بیرون. شاید بیا خودم کارچه بیرون! بابا من رو با تو روشن میکنم! فردا بابا!